در این دوره مظفرالدین شاه 10 سال حکومت کرد و از این مدت نزدیک به 1.5 سال را در سفر اروپا گذراند. او 3 بار به اروپا سفر کرد و هر 3 بار برای تأمین هزینه سفر منابعی از کشور را گروی روسیه گذاشت و از روسیه وام گرفت. از زمان ناصرالدین شاه اندک مردم به فکر می افتادند که چرا کشور باید زیر بار قرض برود که شاه سفر اروپایی داشته باشد. این فکر بین روشنفکران به شکلی و بین برخی از فقیهان شیعه که درد ایران داشتند به شکل دیگر مطرح بود. هر دو گروه در این که باید اختیارات شاه را کاهش داد و نخبگان مردم در تصمیم گیری ها دخالت داشته باشند و اجازه تاراج کشور را ندهند دارای اشتراک فکری بودند. در زمان مظفرالدین شاه 1 بار صدر اعظم با بالا بردن عوارض گمرکی به فکر تأمین هزینه سفر شاه و باز پرداخت وام ها افتاد. بالا رفتن عوارض باعث بالا رفتن قیمت ها شد و شهردار تهران برای مبارزه با گران فروشی چند تن از بازرگانان خوشنام را با تحقیر فلک کرد. این اقدام باعث شورش عمومی شد و علاوه بر بازار روحانیونی مانند عبدالله بهبهانی و محمد طباطبایی نیز مردم را به شورش تشویق کردند و خواهان عدالتخانه یا مجلس شدند. شاه قول همکاری داد اما آن را به فراموشی سپرد که به شورش بعدی مردم انجامید و در نهایت مظفرالدین شاه مجبور به پذیرش مشروطیت و امضای فرمان آن شد. ایران نخستین کشور آسیایی بود که دارای قانون اساسی و مجلس میشد. مظفرالدین شاه بیمار بود و چند روز پس از فرمان مشروطیت درگذشت و پسرش محمدعلی شاه پادشاه شد. محمدعلی شاه از آغاز با مشروطه سر سازگاری نداشت و چند بار گفته بود اگر قرار است مردم و مجلس قانون گذاری کنند پس من چه کارم؟ او هنگامی که در تبریز ولیعهد بود عده‌ای از نویسندگان خواهان مدرنیته و مشروطه را از عثمانی تحویل گرفته و به دستورش سر بریده بودند. از آن میان میرزا آقاخان کرمانی بود. به قدرت رسیدن چنین پادشاهی نمیتوانست خالی از خطر باشد. گروهی از روحانیون که از مشروطه می‌ترسیدند و حس می‌کردند جایگاهشان به خطر خواهد افتاد، با این بهانه که دین آسیب می‌بیند، در اردوی محمدعلی شاه با مشروطیت مخالفت می‌ورزیدند. با وجود اینکه محمدعلی شاه در آغاز سلطنت برای تثبیت قدرت با مشروطه خواهان همکاری داشت، اما گروهی که احتمالاً از سوی او احساس خطر می‌کردند، اقدام به ترور او کردند. گرچه او جان سالم به در برد ولی دلیلی موجه برای سرکوب مشروطه خواهان پیدا کرد و علنا مخالفت با مشروطه را آغاز کرد تا جایی که عنوان کرد رعیت غلط می کند ما را نخواهد، رعیت گوسفند و ما شبانیم. او پادشاهی به شدت خودپرست و عیاش و مردم فریب بود. از بین آخوندها فضل الله نوری بیشترین اتحاد را با او داشت و آخوند خراسانی و کاظم مازندرانی بیشترین مخالفت را با او داشتند. او معلمی روسی به نام شاپشال را در دربار خود داشت که شاه را به سرکوب مشروطه خواهان تشویق می‌کرد. امیر بهادر ریاست نگهبانان هم او را در ضدیت با مشروطه تشویق می‌کرد. سرانجام او به کمک قزاقان خود با فرماندهی لیاخوف فرمانده روسی قزاقان مجلس شورای ملی را به توپ بست که در نتیجه شماری از نمایندگان سر به نیست شدند. این حمله نقطه عطفی بود که پادشاهی استبدادی را به دوره پیش از مجلس یا استبداد کبیر و پس از توپ بسته شدن مجلس یا استبداد صغیر تقسیم می‌کرد. به توپ بسته شدن و از بین رفتن مجلس اما مقاومت هایی که محمدعلی شاه فکرش را هم نمی کرد برانگیخت. در تبریز کدخداهای 2 محله شهر به نامهای ستارخان و باقرخان افراد مسلحی را برای مقاومت در برابر استبداد به کار گرفتند. در اصفهان نیز خانهای بختیاری تفنگچیان خود را برای رویارویی با استبداد سازماندهی کردند و در گیلان سپهدار تنکابنی که از دولت مردان قاجار بود با تشخیص به موقع که اقدامات ضد مشروطه محمدعلی شاه پیروزی طولانی نخواهد داشت به مشروطه خواهان پیوست.
در تبریز محاصره تنگتر میشد و حکومت روسیه که محمد علی شاه دست نشانده‌اش بود برای سرکوب مشروطه خواهان به تبریز لشکر کشید و شماری از آنان را به دار زد. از نجف آخوند خراسانی و کاظم مازندرانی شاه را کافر خوانده و بازرگانان را تشویق به کمک به مشروطه خواهان تبریز نمودند. مشروطه خواهان تبریز به مقاومت خود ادامه می‌دادند تا اینکه نیروهای گیلان و اصفهان به سوی تهران حرکت کردند و توانستند تهران را بگیرند. پیشتر زنی دلیر به نام بیبی مریم بختیاری، خواهر سردار اسد بختیاری، با تفنگچی‌های شرایط ورود نیروهای مشروطه خواه به پایتخت را فراهم کرده بود. در این حوادث ارمنی‌ها با رهبری یپرم خان هم نقش داشتند و با فتح تهران یپرم خان به عنوان رئیس پلیس تهران انتخاب شد. با گرفتن تهران فشار از روی مشروطه خواهان تبریز هم برداشته شد و به تهران آمدند. محمد علی شاه از پادشاهی برکنار و به روسیه اخراج شد. او پس از چندی کوشید با کمک قبایل ترکمن گرگان دوباره به قدرت بازگردد، اما شکست خورد. آنقدر پول با خود برده بود که سالها در اودسا و ایتالیا به راحتی زندگی کند. مشروطه خواهان پسرش احمد شاه را که به سن قانونی نرسیده بود به پادشاهی برگزیدند. برکناری محمد علی شاه تنها رخداد بزرگ تهران نبود، بلکه فضلالله نوری را هم که از مخالفان سرسخت مشروطه بود و با محمد علی شاه همکاری کرده بود در تهران به دار زدند. روحانیونی چون طباطبایی و بهبهانی چراغ سبز این اعدام را داده بودند. از بین روحانیون آخوند خراسانی و آیت الله نائینی آزادی مردم را مخالف دین نمی دانستند و از مشروطه خواهان و حکومت قانون حمایت می کردند. اندک اندک اختلاف بین مشروطه خواهان نمایان شد. عده‌ای حزب اعتدال را تشکیل دادند و می‌کوشیدند نمایندگان خود را راهی مجلس کنند. بارزترین آنها روحانیون مشروطه خواه یعنی طباطبایی و بهبهانی بودند و در طرف مقابل حزب دموکرات تأسیس شده بود که بارزترین همبندان آن محمد خیابانی در تبریز و تقی‌زاده بودند. بین جنگجویانی که با استبداد محمد علی شاه جنگیده بودند هم بر سر خلع سلاح اختلاف افتاد که شوربختانه ستارخان از ناحیه پاتیر خورد و زمینگیر شد. شماری از میلیشیای مشروطه خواه هم کشته شدند. با پا گرفتن دوباره مجلس و مشروطیت، محمد خیابانی از روحانیون تبریزی به نمایندگی از تبریز انتخاب شد. پس از مدتی به تبریز بازگشت و گروهی ایرانخواه را تشکیل داد که خواهان تحولات اساسی در حکومت ناتوان ایران بود. در همین زمان در باکو گروهی نام سرزمین‌های قفقاز مانند شروان و اران را به آذربایجان تغییر دادند. خیابانی هوشمندانه فهمید نقشه چیست و با این کار مخالفت کرد و در روزنامه‌ای که در باکو چاپ می‌کرد آذربایجان را جزء جدا نشدنی ایران می‌نوشت. در ایران وقتی بی‌تفاوتی دولتی‌ها نسبت به تغییر نام آن سوی ارس را دید، نام آذربایجان ایران را به آزادیستان تغییر داد تا توطئه‌گران نتوانند از نام‌های آذربایجان شمالی و جنوبی که قصدشان بود استفاده کنند. اما خیابانی که با حاکم دولت در تبریز در افتاده بود، در نهایت به دست نیروهای دولتی کشته شد. با آغاز جنگ جهانی اول اوضاع ایران آشفته تر شد. دولت مشروطه یک هیئت آمریکایی به ریاست مورگان شوستر را برای سامان دادن به امور مالی و مالیاتی کشور استخدام کرد. این هیئت به کارها سر و سامانی داد و خزانه دولت را به سوی استقلال مالی پیش می برد، اما برادر محمد علی شاه زیر بار مالیات دادن نمی رفت که دولت دستور ضبط اموال او را صادر کرد. اما روس‌ها در حمایت از او به تیم مورگان شوستر اجازه گرفتن اموال او را ندادند و خواهان اخراج شوستر از ایران شدند و دولت ناتوان هم شوستر را اخراج کرد. یکی از کارهایی که شوستر آغاز کرده بود صدور سند تکبرگ بود که متوقف شد و احیای مجدد آن 100 سال طول کشید. مسئله اصلی نیروهای گریز از مرکز فرار از مالیات بود
و بدون مالیات هم دولت مرکزی نمیتوانست قدرت بیشتری داشته باشد. اخراج شوستر هم نشان داده بود که روس و انگلیس نمیخواهند دولت نیرومندی در ایران وجود داشته باشد و با حمایت از سرسپردگانشان که از پرداخت مالیات فرار میکردند، ستون پنجم فعالی درون کشور داشتند. طرفداران استقلال و سعادت ایران به شدت از اینکه خارجی‌ها برای دولت ایران تعیین تکلیف کنند آزرده بودند. عارف قزوینی، شاعر ایران دوست، این شعر را پیش از رفتن شوستر سروده است: ننگ از آن خانه که مهمان ز سر خوان برود، جان نثارش کن و مگذار که مهمان برود. گر رود شوستر از ایران، رود ایران برباد، ای جوانان مگذارید که ایران برود. با رخداد جنگ جهانی اول، ایران با وجود اعلام بی‌طرفی چون ارتش نداشت از شمال و جنوب مورد حمله قرار گرفت و روسیه و انگلیس و عثمانی شهرهای ایران را اشغال کردند. پیشتر روس و انگلیس با توافقی در سال 2607 ایرانی برابر با 1907 میلادی ایران را بین خود تقسیم کرده بودند. روس و انگلیس چون به صورت متحد با آلمان و عثمانی درگیر جنگ بودند، امکان کودتایی در ایران به نفع آلمان و عثمانی را دور از ذهن نمی‌دیدند. لذا با پیش دستی ایران را اشغال کردند. دولت نیرومندی در ایران وجود نداشت و در عرض 1 سال 6 بار دولت تغییر کرد. از ترس اشغال پایتخت تصمیم گرفته شد پایتخت به اصفهان منتقل شود که عملی نشد. اما گروهی که طرفدار آلمان و عثمانی بودند به اصفهان مهاجرت کردند و از آنجا به کرمانشاه رفتند و دولت در تبعید و ارتشی ترتیب دادند که هر دو در حد حرف بود و فرصت ظهور و عملیاتی شدن نیافت. این دولت خودساخته طرفدار آلمان در جنگ بود و از ایرانیانی که در برلن آنها را به جانبداری از آلمان تشویق می‌کردند الهام می‌گرفت. روس‌ها در شمال ایران نیروی قزاق را تشکیل داده بودند و انگلیسی‌ها در جنوب پلیس جنوب را و هر دو نیرو فرماندهان روس و انگلیسی داشتند. دولت ایران در عمل هیچ کنترلی بر اوضاع کشور نداشت و تنها حوادث بین المللی کشور را از نابودی حتمی نجات می‌داد. جنگ جهانی و تجاوز 3 کشور روس و انگلیس و عثمانی مشروطه نوپای ایرانی را فلج کرد و روند رو به رشد آزادیخواهی و قانونگرایی را مختل کرد. به علت غارت انبارهای مواد غذایی توسط ارتش‌های اشغالگر، قحطی کشور را فرا گرفت و گفته شده نزدیک به 40% از جمعیت ایران از گرسنگی جان سپردند. این وضعیت شورش‌هایی را در جنوب دامن زد که بارزترینش به ریاست رئیس علی دلباری در تنگستان روی داد. مقاومت تنگستانی‌ها نیروهای انگلیسی را با زحمت بسیار روبرو ساخت و نیروهای زیادی را از دست دادند، اما عاقبت با خیانت رئیس علی از پشت تیر خورد و کشته شد. ایل قشقایی هم شورش کرد و قوای انگلیسی را به چالش کشید، اما شورش قشقایی‌ها هم شکست خورد. در غرب کشور نیروهای روس در کردستان به ویژه در سنندج تلفات دادند، اما با کشته شدن سلطان سنجر رهبر طوایف کرد این مقاومت هم به شکست انجامید. در کربلا و نجف فتوای جهاد بر ضد ارتش متجاوز انگلیس صادر شد که باعث شد طوایف عرب خوزستان با قوای انگلیس درگیر شوند و پیشروی آنان را متوقف کنند، اما چون سلاحشان شمشیر بود در مقابل سلاح آتشین کاری از پیش نبردند و با دادن کشته بسیار شکست خوردند. در میان این همه بدبختی و بی‌ثباتی و تنگناهای مالی، آشوری‌های عثمانی از ترس قتل عام به ایران و آذربایجان غربی پناه آوردند و ایرانیان برای کمک به آنان که وضع مالی بسیار بدی داشتند اعانه ملی چاپ کردند که وجود انسان دوستی در فرهنگی بالا را نشان می‌داد. روس‌ها دچار انقلاب کمونیستی شدند و سیاست‌های دولت تزاری در ایران مختل شد. همچنین عثمانی شکست خورد و آنها هم مجبور شدند نیروهای خود را از ایران بیرون ببرند
و انگلیسی ها یک تاز عرصه سیاسی ایران شدند. انگلیسی ها حتی تا دورترین شهرهای شمالی ایران نیرو فرستادند تا کشور را در بست در اختیار داشته باشند و روزهای مانده در کشور را نیز تحت نظر داشته باشند. اما پیروزی های پی در پی بولشویک های کمونیست در روسیه انگلیسی ها را از شورش های احتمالی در ایران ترساند و تصمیم گرفتند فرمانده یا نخست وزیری مقتدر و توانا را در ایران روی کار آورده و خود ایران را ترک کنند و از شورش های احتمالی مصون باشند. فرمانده نیروهای انگلیسی در ایران ژنرال آیرونساید بود. در این دوران در گیلان جنبش جنگل قدرت یافته بود و میرزا کوچکخان و همراهانش ارتش و دولتی مستقل از دولت مرکزی تشکیل داده بودند. این دولت که بعداً به نام دولت شوروی گیلان تغییر شکل داد، زیر نفوذ بولشویک های روسیه قرار گرفت که باعث می شد میرزا کوچکخان با آنان اختلاف پیدا کند. با وجود ملاقات های میرزا کوچکخان با سران نیروهای انگلیس و بولشویک و گذاشتن قرارهای تاکتیکی، اما میرزا غالباً از این قرارها رو دست می‌خورد. نیروهای خارجی و حتی برخی متحدان میرزا کوچکخان از او و جنگلی‌ها استفاده ابزاری می‌کردند و همین موجب اختلافاتی بین جنگلی‌ها می‌شد که در نهایت میرزا کوچکخان قربانی قرارهای پنهانی می‌گردید. جنبش جنگل جنبش ایرانخواه بود، اما میرزا کوچکخان غالباً دست سیاست ورزان روس و انگلیس را نمی‌خواند. از سوی توسط توطئه‌های دولت مرکزی دچار انحراف می‌شد و نمی‌توانست به اهدافش که استقلال ایران از نفوذ بیگانگان بود برسد. با نفوذ برخی عناصر دلبسته به کمونیسم روسی در جنبش جنگل مانند جعفر پیشوری و حیدر مغلو و تشکیل جمهوری نیمه کمونیستی، احتمال تجزیه گیلان هم می‌رفت، اما نیروهای بولشویک هنوز قدرت اعمال این کار را نداشتند. زامیان انگلیسی مقیم ایران که می‌دیدند کشور در آستانه فروپاشی کامل است، بدون هماهنگی با دولت انگلستان، با سید ضیاءالدین طباطبایی که طرفدار انگلیسی‌ها بود توافق کردند که برای خروج از بحرانی که کشور را فرا گرفته بود و امکان داشت باعث نفوذ بولشویک‌ها به ایران شود و با کمک رضاخان میرپنج که او را بین قزاق‌ها دیده و در او جور و بزه فرماندهی نیروی نظامی را مشاهده کرده بودند، دولت جدید در ایران پدید آورند که عامل ایجاد امنیت و انسجام کشور باشد. ژنرال آیرونساید انگلیسی در ملاقاتی با رضاخان میرپنج به او فهماند که در صورت کودتا نیروهای انگلیسی مقیم ایران آن را میپذیرند، اما اگر نیروهای انگلیسی که در حال ترک ایران هستند از پشت سر مورد حمله قرار گیرند، نیروهای ایرانی نابود خواهند شد. آیرونساید چند بار از تیپ قزاق‌ها که از جنگلی‌ها شکست خورده و به کاسپین یا قزوین عقب نشینی کرده بودند بازدید کرده بود و به نتیجه رسیده بود که رضاخان لایق‌ترین فرمانده برای کنترل نیروی نظامی موجود است. آیرونساید در نخستین بازدید از تیپ قزاق گفته بود باید خلع سلاح شود. در سکوتی که قزاق‌خان را فرا گرفته بود، تنها رضاخان برخاسته و با آیرونساید گفته بود ما از شاه ایران دستور می‌گیریم نه شما، و این برخورد به چشم آیرونساید آمده بود که او شهامت ایستادگی دارد. اگرچه پذیرش کودتا از سوی نیروهای انگلیسی مقیم ایران رخ داد، اما فکر کودتا و نجات کشور 1 سال پیش از آن هم در فکر شماری از ایرانیان وجود داشت. ایران پیش از کودتا آنچنان دچار هرج و مرج بود که تغییر دولت به تنهایی نمیتوانست آن را نجات دهد. شیخ خزعل در خوزستان در پی استقلال بود. گیلان در دست جنگلی ها بود که تحت نفوذ بولشویک‌ها جمهوری شوروی گیلان را تشکیل داده بودند. در آذربایجان و کردستان اسماعیل آقا سیمیتقو و تفنگدارانش حکومت می‌کردند. در مازندران امیر مؤید سوادکوهی اختیار تام داشت و از دولت حرف شنوایی نداشت. فارس در دست قشقایی‌ها بود و در کاشان و قم نایب حسین کاشی و پسرانش مردم را غارت می‌کردند. لرستان تحت کنترل ایل‌های لر بود و بلوچستان هم تحت کنترل طوایف بلوچ. گرگان را هم ترکمن‌ها در کنترل داشتند.
کودتا در سحرگاه 3 اسفند 2620 ایرانی برابر با 1299 هجری خورشیدی انجام شد و پایتخت سقوط کرد. دولت انگلستان که از توافقات درون ایران با خبر نبود، در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و چاره‌ای جز پذیرفتن دولت کودتا نداشت. سید ضیاء طباطبایی نخست وزیر شد و از مردان نظامی کودتا سرگرد مسعود خان کیهان وزیر جنگ شد و فرمانده اصلی رضاخان میرپنج از سوی احمدشاه عنوان سردار سپه گرفت. سرهنگ امیر احمدی و سرگرد کاظم خان سیاح نیز فرمانده نظامی تحت فرمان رضاخان بودند.